خب سلام بچه، این از خوش اومدین به این ویدیو و اینکه اومدیم امروز بازی آنلاین بکنیم و اینکه ببینیم چقدر میتونیم ایکس پی جمع بکنیم. همونطور که میبینید من 920,000 تا دارم تا اینجا و تقریبا سعی کردم زیاد بازی بکنم. حالا من چون تایم ویدیو زیاد میشه دوست دارم که بیشتر شما چیزو ببینید، گیم پلی رو ببینید، احساس کنم خسته میشین. به خاطر همین منم فقط مشخص تعریف رو بهتون نشون میدم و اینکه آخر ویدیو آمار رو میبینیم و خلاصه بازی. الان بریم حریفمون رو ببینیم. حریفمون بارسلونا قناس و اینکه این مشخص باشه. حالا من اینجا ویدیو رو قطع میکنم. حالا اون موقع که تمام شد بازی برده آمار رو میذارم. اینجا میکنم. خب حالا الان میتونیم نتیجه رو ببینیم که متاسفانه من باختم به خاطر ضعیفی اینترنت و آنتن برای ایران. حالا درصد شوت ها رو میبینیم که 8-4 و تکل های موفق هم که 6-6 مساویه. پاس ها هم که میبینید 105 تا پاس داد که من تونستم 36 تا فقط پاس بدم. کورنرها 1-1 مساویه و اینکه آفساید هم اون 2 تا داشت. گل رو میبینید که دقیقه 5 اون گل زد و 15 من گل زدم. بعد اون 45 گل زد ولی من 55 دوباره زدم. بعد 70 یه گل زد و 84 با دیبران یه گل زد. بریم هایلایت بازی رو ببینیم چی بوده. این گل دمبله بود که ایشون زد. حالا این گل منه که هالند زده. الان این یه اشتباه فردی بود فکر کنم، به خاطر ضعیف اینترنت اینجوری شد و گل خوردیم. ولی اینجا تونستم برگردونم بازی رو مساوی کنم. حال اینجا دوباره باز لواندوفسکی گل زد. بعد اینجا هم یه شانس داشتیم که متاسفانه گل نشد. اینجا هم همینطور که یه گل داریم. اینجا دیبروینه گل رو زد و شدیم 3-5. اینجا دوباره مسی یه شانس داشت که زد بیرون و حالا اینجا که گل شد و 5-3 نتیجه شد. خب دیگه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اینکه در ادامه ویدیوهای بیشتری هم میذارم و ارتقا میذارم و سعی میکنم که با هم دیگه این 920,000 تا رو بکنیم 930 940 950 و 1 میلیون هم برسونیمش. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا ویدیوی بعد خدا نگهدار. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره.